مسئله پیشواز گرفتن حاجیان که هر روز صفشان زیاد شود، خیلی گفتم حاجیان زیاد هستند الحمدلله، فقط مصیبت این است که پیشوازگیری حاجیان به یک درجه غلو و از حد گذرانی رسیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انزل الناس منازلهم، انسان ها را به قدر و قیمتشان برسانید، یعنی هر یک انسان را به قدرش نگاه کرده احترام کنید و جایش بیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به رو به حضرت عمر تعریف کردگی هستند که هر جای تو هستی شیطان از آنجا میگریزد، به حضرت ابوبکر، به حضرت بلال، به حضرت علی که تو اصلا از اهل کبر و تکبر نیستی، رو به رو تعریف کرده صحابه ها هستند. اما جایهای هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرد را از حد زیاد تعریف میکند میگویند قطعت عنق اخیک، گردن او را شکستی یا هلاکش کردی. یعنی تعریف از تعریف فرق میکند. یک کسی کاری خوبی انجام داد، الله برکت دهد، کاری خوب کردی، انسانی فایده آوری گفتن خیلی خوب است، اما از حد نگذرانیده. وقتی ما از حد زیاد یک نفر رو تعریف کردیم، اون انسان هم در قلبش تکبر پیدا می شود، هم خواه و ناخواه شیطان به او وسوسه می کند که تو از دیگرها بالاتر هستی، تو یک ممیزات فرقیت داری. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گشته و برگشته در حدیث های صحیح آمده است که چگونه که مسیحیان عیسی را از حد زیاد مدح و ستایش کردند و حتی پسر خدا و خدا گفتند، من را این گونه نگویید میگویند. اکنون بیاید ببینیم یک نفری حاجی یا کسی که عمره کرد، او رفت و فرض الله را انجام داد، بندگیش را انشاءالله الله قبول کرد انجام داد. پس این پایانداز و این همه حاجی آشی و این همه گریه و 1 متر 2 متر نه تا 100 متر 50 متر مردم راست ایستادن و حاجی آمد گفته همه سفید پوشیدن، چرا؟ یک کس فرضش را انجام کرد، او که خانهش را فروخته برای یتیمان نداد، او که تمام مالش را برای الله فدا نکرد، او فقط فرض گردنش را که اگر نکند گناهگار میشد انجام داد. پس چرا اینقدر ما یک نفری که حج کرده اومد بالا گیریم، پایانداز کنیم، چند تا قبیله ها جمع شویم و در دو طرفی را دستمون در برمون که گویا که یک ببخشید یک آدمی شهر ساخته یا چه خیلی گفتم یک چند یتیم خانه بنا کرده، یا مثل عمر ابن عبدالعزیز خودش در خاک خانه نشسته و به همه سر کرده اومده ایستاده باشد پیشواز گیریم. این از حد گذرانیدن است. ببخشید این کارها سبب شده ایستاده است که بعضی حاجی ها 2 هفته رفته عمره و حج کرده می آیند و دیگر میگن من حاجی ام، همه چیز رو از دیگر ملاها خوبتر میدونم، یا میگن من حاجی هستم به من چیزی نگوید، دیگر همه کار من حلال است، یا من دیگر گناهایم بخشیده شد. این رو مردم ما میسازیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی یگان نفر رو حاجی صدا کردگی نیستن. سبحان الله. آره از روی احترام در اکثریت دولت های مسلمان حاجی میگویند پیران سالان را یا حج کرده را، اما پیامبر صحابه ها را ای حاجی گفتگی نیستن، زنهایشون را حاجی خانم گفتگی نیستن.